ای قدوس عادل و خدا یکتا، تو را شکر و سپاس میگوییم که با ما بشر سخن گفتی و رحمت و فیض خودت را آشکار ساخته ای. میدانیم ای خداوند یکتا که لیاقت این را نداریم که صاحب کلام حیات بخش تو باشیم و در خود نیز چیزی نداریم که به جای آن تقدیمت کنیم. پس آنچه که تو به ما عطا کرده ای، یعنی جان، هستی و روح خود را به تو تسلیم می کنیم و استدعا داریم که به وسیله کلام مقدست ما را تعلیم بده و کمک نما تا از هر نوع تظاهر و ریا بدور باشیم و صادقانه به تو چشم دوخته و از تو پیروی کنیم. خداوندا، اکنون توجه خود را به کلام آسمانیت معطوف می کنیم. استدعا داریم که ما را تعلیم بده. این دعا و التماس را به نام شایسته عیسی مسیح زنده، مظهر مقدس تو و یگانه منجی و شفیع بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11مین قسمت از انجیل مقدس. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خدا یکتا باشید. اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر فیلیپی بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا کنیم که به وسیله گفتار مقدسش ما را در این ساعت یاری بده، ما را کمک کنه تا بفهمیم کلامش رو و به ما تعلیم بده و کمک عنایت کند که بتونیم نه فقط کلام را بفهمیم بلکه با قدرت و لطف او از اوامر و دستوراتش پیروی کنیم. در برنامه گذشته تا آیات 18 از فصل 3 با یکدیگر از این رساله بسیار مهم کلام خدا را مطالعه کردیم و در برنامه این ساعت با کمک خدا از آیه 19 دنباله مطالعه این قسمت از انجیل مقدس رو ادامه می‌دهیم، به این امید که شما نیز در این ساعت فیض خدا رو نصیب خودتون کنید. همانطوری که قبلا عرض کردم، رساله فیلیپیان به رساله شادی مسمی می باشد. حضرت پولس از مسیحیان می خواهد که اجازه ندهند که دنیا شادی و برکاتی که خدا یکتا به وسیله ایمان به عیسی مسیح عطا می کند رو از آنان بگیرد. او وقتی در زندان روم بود از ایمانداران مسیح دعوت میکنه که با چشم دوختن به مسیح خود به شادی آسمانی که خدا عطا کرده است دلخوش کنند و آن را بپذیرند و عملاً شادی خود را در زندگی آشکار کنند. ولی در آیه 18 حضرت پولس برای آنها اشک می‌ریزد. چقدر عجیب به نظر می‌رسد که از یک طرف رسول خدا امر می کند که ای همه مسیحیان، شما باید در همه حال در خداوند شاد باشید و نگذارید دنیا شادی شما را از شما برباید، ولی از طرف دیگر او خودش در حال اشک ریختن و گریه کردن می باشد. آیا او برای خود گریه می کرد چون که در زندان بود؟ و یا او از مرگ می ترسید و به این خاطر گریه می کرد؟ و یا مسیحیان شهر روم به دیدار او نمی آمدن و پولس تنها و یکی در زندان روم اسیر بود و در نتیجه او از این بی‌توجهی ناراحت و گریه را سر داده بود؟ دوستان عزیز، وقتی که متوجه زندگی حضرت پولس می شویم، متوجه می شویم که هیچ کدام از این چیزها، یعنی نه در زندان بودن، نه با مرگ روبرو شدن، نه جفا، نه آزار و یا بی لطفی ایمانداران روم او را به گریه نینداخته بود. برعکس او قلبش شکسته بود و علت گریه او شکستگی قلب رسول خدا بود. رسول خدا از این جهت قلبش شکسته بود که عده‌ای از مسیحیان توجه به امور معنویت را فراموش کرده بودند. بیشتر توجهشون به امور دنیوی بود تا معنویت و در واقع آنان مسیحیان اسمی بودند.
او برای این افرادی که مسیحی اسمی بودند گریه میکرد، یعنی کسانی که زباناً و پیش همه اعلام میکردند که بله ما مسیحی هستیم، ولی زندگیشون، طرز رفتارشون، افکارشون، اعمالشون، گفتارشون بویی از مسیحیت نبرده بود. و دوستان عزیز، هنوز هم که میدانیم چنین افرادی بسیارن. اینها بودن که قلب رسول خدا را شکسته بودن. اینها بودن که سبب شده بودن پولس اشک بریزد، اما این اشک برای حال آنان بود. او برای حال زار آن مسیحیان که اسمی بودند گریه می کرد. یعنی به جای اینکه این افراد توجه خود را به خدا بیندوزند، عشق به امور دنیوی و به چیزهای دنیا داشتند، در حالی که هر مسیحی بایستی یک روحانی باشد و این مقام شایسته را باید عملاً آشکار کند. کلمه روحانی بودن که بایستی هر مسیحی این سمت را داشته باشه، همانند کلمه مشارکت بارها و بارها سوء تعبیر بد شده است و مردم از آن سوء استفاده های غلطی نمودند. بعضیا کوشش میکنن که نشان بدن روحانی هستن و با کارهایی که میکنن در واقع میخوان به مردم بگن ببینید ما چقدر روحانی هستیم. کلام خدا از ما مسیحیان نمیخواد که مانند این افراد باشیم. گروه دیگر خیال میکنن روحانی بودن یعنی به چیزهای عجیب و غریب پناه بردن و در چیزهای مجهول زندگی کردن و خیال میکنن هر چقدر که در عالم مجهولات خودشونو مشغول کنن و چیزهایی به اصطلاح به عنوان اسرار به مردم بگوین بیشتر روحانی هستن، در حالی که یک مسیحی زمانی روحانی محسوب میشه که روشن‌تر فکر میکنه و مطالب را بهتر میفهمد. روحانی شدن در مسیحیت به زبان خیلی ساده یعنی دنیا را از دیدگاه آسمان نگریستن و سنجیدن قلب خود از دیدگاه خدایی و قلب خود را به چیزهای آسمانی دوختن، یا دل به چیزهای عالم بالا بدهیم و دل از این دنیا برکنیم. چنین افرادی روحانی محسوب می شوند و در مسیحیت ما باید روحانی باشیم، یعنی عشق به مادیات و امور دنیا را فدای امور معنویت بکنیم و افکار خود را نه با چیزهای فانی و دنیوی بلکه با چیزهای روحانی و عالم ربانی و جاودانی مشغول سازیم. وقتی حضرت پولس می‌بیند که عده‌ای از کسانی که خود را مسیحی می‌خوانند ولی افکارشان به چیزهای فانی مشغوله و توجه به آنچه که مسیح مقدس از آنان انتظار دارد ندارند، به حالشون تأسف خورده و گریه می‌کند و می‌فرماید من برای این افراد اشک می‌ریزم، چون که به ظاهر می‌گویند مسیحی اند ولی در واقع نه فقط مسیحی نیستند بلکه دشمن صلیب مسیح نیز محسوب میشوند. من به حالشون اشک میریزم چون متوجه نیستند عاقبتشون هلاکت ابدی است. من به حالشون اشک میریزم چون تمام فکر و ذکرشون چیزهای این دنیای فانی است، در حالی که سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده و خداوند ما عیسی مسیح در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بیاید و وقتی او برگردد این بدنهای فانی ما را میگیرد و آنها را به شکل بدن پرجلال خودش در می آورد و این کار را با همان قدرتی می کند که با آن همه چیز را در هر جا به فرمان خود در می آورد. آری رسول خدا دلش از کسانی شکسته بود که حقیقت را می دانستند اما آن را عملاً آشکار نمی کردند. حقیقت را می دانستند اما از آن پیروی نمی کردند و این شکستگی دل او از روی محبتی بود که نسبت به آنان داشت، چون دلش میسوخت و نمی توانست ببیند که انسان عمدن با نوع اعمالش داره خود را به قهقرای ظلمت و نابودی میکشونه
و دوستان عزیز، امروز خداوند مهربان به وسیله این آیات میخواد به من و شما از روی محبتش اخطار بده که به زندگیتون لحظه نگاه کنید. مبادا خدای نکرده شما نیز جزو این مسیحیان اسمی باشید. مبادا خدای نکرده فقط تظاهر به خداپرستی و مؤمن بودن بکنید. مبادا از حقیقت آسمانی خودتون رو محروم سازید. بهترین راه این است که به افکارتون توجه کنید و ببینید که آیا امور دنیا سبب شده که بر شما غلبه کنه؟ آیا امور دنیا رو فانی و ناپایدار واقعا میبینید؟ آیا عملا این رو نشون میدهید که بله چیزهای دنیا ناپایدار هستند؟ آیا از دیدگاه آسمانی به دنیا و هر آنچه هست نگاه میکنید؟ و یا همیشه گرفتار کار و زندگیتون هستید، در پی مال و اموال و مقام و تصاحب نمودن چیزهای دنیوی هستید؟ فراموش نکنید که عاقبت کسانی که دینداران ظاهری هستند مرگ و هلاکت ابدی است. ولی اگر زندگیمون رو از دیدگاه آسمانی بنگریم، آن وقت ناممون در دفتر حیات ثبت است، یا جزی از کسانی خواهیم بود که در ملکوت خدا راه یافتیم و آن وقت گفتارمان نیز روی امور معنویت و عالم ربانیت میچرخد و از قانونهای آسمانی اطاعت میکنیم و میدانیم که مسیح به چیزهای آسمانی وفادار است و ما نیز چشم انتظار ظهور خداوند آسمانیمون هستیم، یعنی عیسی مسیح که به زودی به این جهان برمیگردد. اگر روحانی باشیم، اگر به امور دنیا از بالا بنگریم، اگر مسیحی متظاهر نباشیم، اگر 100% تسلیم مسیح هستیم، آن وقت جای هیچ نگرانی نیست. ما نبایستی نگران و ناامید و ترسان باشیم، چون هیچ دلیلی وجود ندارد که ما را نگران کنه. وقتی که با مسیح موعود هستیم و وقتی که با دیدار آسمانی و یا چشم روحانی این زندگی و دنیای خود را می نگریم و با چنین فکری است می توانیم به حقیقت آسمانی پی ببریم، دیگر نیازی نداریم که از امور دنیا هراسان باشیم. حضرت پولس از دید آسمانی از فصل 4 ایمانداران حقیقی رو دعوت به شادی جاودانه میکنه. و دوستان عزیز، اگر موقعیت حضرت پولس را به خاطر داشته باشیم، تنها کسی که حق داشت نگران باشه خود حضرت پولس بود، نه مسیحیان شهر فیلیپی. این پولس بود که در زندان بود، این پولس بود که با مرگ روبرو بود و زنجیری بود، و حالا این پولس بود که به خاطر عدم هماهنگی و اختلاف بین ایمانداران شهر فیلیپی حق داشت نگران باشه، زیرا عامل جدایی و تفرقه در کلیسا بودن. آری، پولس دلایل کافی داشت که نگران باشه، افسرده باشه، ناامید باشه. با این حال میبینیم که او نگران نمیشه، ناامید نمیشه. برعکس، در چنین موقعیتی شروع به تشریح کردن راز شادی حقیقی میکنه و اسرار این شادی را برای ما بیان میکند. نگرانی چه هست؟ چرا ما نگران هستیم؟ یعنی چه وقتی میگوییم که فلانی بسیار نگرانه؟ در آیه 6 معنی اصلی نگرانی که حضرت پولس آن را به کار برده است بیان شده و آن کشیده شدن به جهت‌های مخالف است. از یک طرف امیدمان ما را به یک سو می‌کشاند، چشم به مسیح می‌اندازیم، به طرف آسمان می‌خوایم قدم برداریم، می‌خوایم به طرف امور معنویت قدم برداریم، ولی از جهت دیگر ترس ما را به طرف دیگری می‌کشاند و ما بین این دو گرفتار می‌شویم، نمی‌دانیم که به کدام جهت قدم برداریم. و دوست عزیز، اگر شما با نگرانی روبرو شده اید، خودتون میدونید که چقدر این روحیه سبب کسل شدن و ناامیدی جان و روان ما میشه و انگار که قدرت بدنی ما را نیز میگیره و نابود میکنه و میدونیم که شخصی که نگران اثرات جسمی شدیدی نیز خواهد داشت. آدم مریض میشه، سردرد میگیره، پشتش درد خواهد کرد، دهها دردهای مختلف به سراغ آدم میاد و افکارش مشوش میشه و در نتیجه نمیتونه خوب فکر کنه. وقتی از خواب راحت هم محروم بشید، آن وقت دوستان عزیز میدونید که زندگی براتون بی‌معنی خواهد بود. چرا؟ چون نگران هستید. ولی
از نظر عالم معنویت و یا از دید روحانی نگرانی یک معنی دیگری هم داره، یعنی فکر کردن غلط و یا فکر غلط داشتن، در نتیجه احساس غلط و نادرست داشتن که در اینجا هم فکر و هم قلب آدمی در اشتباه می باشد. یعنی هم روح و هم روان هم جسم ما رو تصاحب می کنن و یا هم جسم و روحمان در راه غلط خواهد بود. دوستان عزیز، در اون موقع ما احساس غلطی نسبت به مردم خواهیم داشت، در مورد زمین و زمان نیز نظر غلطی خواهیم داشت، در مورد خودمون و حتی دوستانمون نظر غلطی خواهیم داشت. ای عزیزان، کلام خدا نشون میده که نگرانی بزرگترین دزد شادمانی می باشد. بزرگترین دزدی است که شادمانی را از انسان می دزده. و ای عزیزان، کافی نیست که فقط به خودمون بگیم و یا تلقین کنیم که نگران نباش، خدا تو را بخشیده، به خاطر اینکه گفتن این جمله ما را از نگرانی آزاد نمیکنه و یا این دزد شادمانی رو دستگیر نمیکنه. نگرانی با گفتن این جملات از بین نمی رود. نگرانی کاری است درونی و برای مسموم کردن و یا نابود کردن آن فکر امن و آرامش فکری لازم است. اگر شخص آرامش فکری نداشته باشه همیشه نگران است. برای همین است که حضرت پولس در آیه 7 از این فصل توجه ما را به اسلحه‌ای که این دشمن نگرانی رو نابود میکنه نموده است و میگوید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، یا سلامتی خدا که بالاتر و مافوق عقل می باشد، دلها و ذهن‌های شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. برای همین است که پولس رسول در این فصل اشاره به قدرتی که به وسیله زندگی کردن به شیوه مسیح نصیب ما می شود اشاره می کند و منبع این قدرت را به ما نشان می دهد و قدرت مخفی که در دعا کردن هست رو برایمون بیان می کنه و رضایتی که به وسیله این قدرت نصیبمون میشه رو تشریح می کند. که دعای من این است که وقتی که این فصل رو می خونید متوجه آن بشوید. حالا به 4 آیه فصل 4 از رساله فیلیپیان توجه کنید. حضرت پولس میگوید بنابراین ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من، به همین طور در خداوند استوار باشید ای عزیزان. از افودیه استدعا دارم و از بستیخی التماس دارم که در خداوند یک رأی باشند. و از تو نیز ای همکار خالص خواهش میکنم که ایشان را امداد کنی، زیرا در جهاد انجیل با من شریک می بودن. با کلمنتوس نیز و سایر همکاران من که نام ایشان در دفتر حیات ثبت می باشد. حالا در آیه اول حضرت پولس ابتدا به مشکلاتی که در کلیسا هست اشاره میکنه. مسیحیان فیلیپی را او تاج و شادی خودش میخونه. این آیه اشاره به 2 مطلب میکنه. اول اینکه اینها عزیزترین و به اصطلاح نورچشمان پولس محسوب میشدن و دوم اینکه رسول خدا اشاره به روز داوری میکنه که وقتی در برابر مسیح مقدس و عادل میایستد از او پاداش میگیره، زیرا این پولس بود که آنان را به سوی مسیح هدایت کرد. یعنی پولس آنان را ثمره مشقت خیش می‌داند که در روز داوری عامل پاداش او خواهند بود. او می‌فرماید ای نور چشمانم، ای دوستانم، در خداوند وفادار باشید. راستی چگونه شخص در خداوند وفادار میموند؟ مقصود رسول خدا از وفادار بودن به خداوند چیه؟ دوست عزیز، اطاعت کردن تا به آخر از کلام خدا به معنی وفادار بودن به خداوند است. و چقدر جای تأسفه که همه ما در این مورد شکست خورده و کوتاه آمده ایم و نسبت به خداوند وفادار نبوده ایم. حضرت پولس همین تقاضا را نیز در رساله به افسوسیان از ایمانداران کرده و میگوید که لحاظا اسلحه تمام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را انجام آورده در پیروزی بر گناه و شیطان بایستید. نه بعضی کارها بلکه همه کارها. ایمان مسیحی استقامت تولید میکنه، استقامت و ایستادگی در برابر شرارت‌های اهریمنی. در آیه 2 او اشاره به تنها ایراد یا مشکلی که کلیسای فیلیپی با آن روبرو بودن میکنه و باید گفت که این مشکل بسیار سطحی بوده. برای همین است که پولس در آخر رساله‌اش و فقط در آیه 2 به آن اشاره میکنه، در حالی که در کلیسای غلاطیه میبینیم مشکلات بزرگی بود و پولس مستقیما در آن آیات
این موضوع رو آشکار می کند. پولس به این ایمانداران تعلیم داده بود که هم فکر با مسیح باشند، یک رأی و یک دل متحد شده برای مردم نمونه باشند. اما یک فکر بودن و یک دل بودن به معنی کپی کردن از همدیگه نیست، بلکه او از آنان میخواد که آنچه که باعث جدایی بینشون میشه را از میان برداره و این امر به وسیله هم فکر بودن و یا یک دل بودن میسر است. اگر در میان ایمانداران هدف و مقصود یکی باشد، آن وقت خیلی آسان میتوان جدایی ها را از بین برد. حضرت پولس به اختلافی که بین دو بانو به وجود آمده بود اشاره میکنه و از آنان میخواد که به آنچه که آنها را به هم متحد ساخته توجه کنند و هم فکر و هم رأی باشند، زیرا کسی که عضو بدن مسیح محسوب شود اجازه نمیدهد که بین او و دیگر اعضای بدنش جدایی پیش بیاید. از آیه اینطور برمیاد که این بانوان مقام بسیار شامخ و بزرگی نیز در کلیسا داشتند، زیرا حضرت پولس میگه که از شما دوست عزیز و همکار صمیمی خواهش میکنند که به این دو خانم کمک کنید تا با هم کنار بیایند، زیرا ایشان زمانی دوش به دوش من خدمت میکردند و در راه رسانیدن بشارت انجیل فعالیت بسیاری داشتند و این برای مردم آن زمان بسیار غیر عادی محسوب میشد، زیرا در امپراتوری روم زنان نقش مهمی رو اصلا ایفا نمی‌کردند، ولی با ورود مسیحیت به اروپا زنان صاحب منصب و مقام‌های مهمی میشوند. در قسمت آخر آیه 3 رسول خدا اشاره به یکی دیگر از همکاران صمیمیش میکنه و میگوید من و این دو بانو به همراهی کلمنت بشارت انجیل رو میدادیم و موعظه میکردیم و البته دیگران هم در این راه با ما بودند، کسانی که اسمشون در دفتر حیات ثبت شده است. مقصود از دفتر حیات اینه که نامشون در ملکوت خداوند است و یا آنان برای همیشه در فردوس برین در بهشت جا خواهند داشت و صاحب این عطیه جاودانی شدن. سپس به خلاصه مطلب اشاره میکنه که در آیه 4 است و میگوید در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشیم. دوست من، این دستوری است که کلام خداوند به ما مسیحیان میدهد که همیشه در خداوند شاد باشیم. وقتی کلام خدا امر می کند که در خدا شاد باشیم، به معنی این است که صرف نظر از موقعیت‌های زمانی و حالت و فشارهای اجتماعی و وقایع روزمره، چه روزهایی که باب میلمون باشه و یا روزهایی که به ضدمون کار کنن، چه زندگی سخت باشه و مشکل و چه امور زندگی به راحتی بگذرد، ما باید همیشه در خداوند شاد باشیم. دقت کنید، این یک قانون است. به ما دستور داده شده است که شاد باشیم و نه یک بار بلکه 2 بار آن را تکرار می کند تا مبادا آن را نشنیده بگیریم. شاید بگید که چطور میشه که یک مسیحی همیشه شاد باشه؟ اولین مطلب اینه که دوست عزیز، شاد بودن چیزی نیست که ما باید آن را تولید کنیم، بلکه ثمره وجود روح القدس در ما می باشه. وقتی خدا با ماست، وقتی روح او ما را در زندگی روزمره هدایت کند، حضورش یعنی حضور روح قدوسش باعث شادی و تسلی جان و روح و روان ما میشه و باید گفت در زندگی یک مسیحی نیروی وجود ندارد اگر شاد نباشد. کسی که شادی الهی را تجربه نکرده باشد، او صاحب قدرت الهی نشده. کتاب مقدس در این مورد به ما نمونه‌های بسیاری میدهد که چگونه کسی که از خدا الهام میگیره شادی در او تولید میشه. برای نمونه نهیمیای نبی پس از اینکه پایتخت هخامنشیان یعنی شهر شوش رو ترک میکنه و به اورشلیم میاد تا بنا به فرمان کوروش کبیر دیوار شهر اورشلیم را که به وسیله بختالنصر خراب شده بود از نو بنا کند، پس از اینکه دیوار حصار بنا شد و عزرا کاهن نسخه تورات مقدس را میگیرد، برای مردمی که از اسارت آزاد شده بودند و در اورشلیم بودند از صبح تا ظهر آیات را میخونند. کتاب مقدس میگه که این مردم، دقت کنید، با شنیدن گفته های آسمانی، یعنی با شنیدن کلام خدا، وجودشون آنچنان منقلب شد و روح و روانشون آنقدر شاد گردید که از فرط شادی شروع به گریه و زاری کردند. کلام خداوند آنقدر با آنها صلح و صفا بخشید که قسم خوردند که دیگر از آن جدا نشوند.
نهیمیا با آنان گفت گریه نکنید، زاری نکنید، این روز پربرکتی است و شما باید این برکات الهی را با دیگران شریک بسازید، برکات جسمانی و برکات روحانی که خداوند به شما عطا کرده است. خدا به شما این شهر را یک بار دیگه داده است و از همه مهمتر خدا کلام مقدسش را به شما داده است. او با شماست. پس از آنچه که خداوند عطا کرده است لذت ببرید و شادی بودن به معنی لذت بردن است. لذت بردن نشانه قدرت و توانایی شماست و کسی که مسیحی است کلام خدا را در قلب و فکر خودش جای می‌دهد، آیات را حفظ می‌کنه و وقتی که از کلام خدا اطاعت کنه ثمره آن را خواهد یافت و ثمره اطاعت از خداوند دوستان عزیز شادی است. شما نمیتونید خودتون رو مسیحی بخوانید اگر از این شادی حقیقی محروم هستید. نمیتونید ادعا کنید که قدرت روح القدس در شماست اگر شادی ندارید. زیرا یک مسیحی وقتی به گذشته گناه‌آلود و شرارت بار خودش توجه میکنه و میبینه که چقدر گمراه بوده، ولی خدا از روی فیض عظیمش او را از همه اون گناهان رهانیده و پاک کرده، بخشیده. حالا او را به حضور خود دعوت کرده و او را به مقام روحانی فرزندش رسانیده است. جز شادی هیچ رویه دیگری نمیتواند داشته باشد. آنکه از شادی محروم است از فیض خدا محروم است. آنکه از شادی محروم است از فیض خدا محروم است. دوست من، لحظه‌ای به زندگی توجه کن و به واقعا صادقانه قضاوت کن زندگی تو. ببین که آیا واقعا به راستی شاد هستید یا شادی های موقتی فقط داری. شاید بگی ای بابا من از زندگی هیچ چیزی ندیدم، دلیلی برای زیستن ندارم، اصلا رنگ شادی رو ندیدم و مزه لذت بردن زندگی رو نچشیدم، چطور ممکنه که شاد باشم؟ چه دارم که به من شادی بده و یا چه دلیلی هست که به من شادی بده؟ دوست من، دعوت من از شما این است که به پیش عیسی مسیح زنده بیا تا زندگیت سراسر از دلیل برای شاد بودن باشه. زیرا مسیح مظهر خداست و مظهر شادی، صفا، محبت و صلح و بخشش است. دعوت خدا را شما رد نکنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.